سلام امیدوارم حال دلتون خوب باشه بچه‌ها. امروز اومدیم بریم با 90 میلیون کیس ببندیم. بریم سراغ ویدیو. خب بچه اول وارد اینجا میشید، میرید داخل اینجا. خب بچه‌ها لطفا حمایت کنید از ما، باشه تازه شروع کردیم. لینک حمایت رو میذاریم داخل چرا من میام داخل اگزو گیم. هنوز مونده. اوه من چرا یادم میره اینا رو حذف نکنم. بچه اگه ما الان خارج بودیم که ما رو تو سرشون هم میذاشتن، میگفتن مثلا کم سنه داره تلاش میکنه. اینا طرف اومده 7 سالشه، من داخل استریم بهش چیزی نگفتم، 7 سالش اومده به من میگه تو بچه سالی، من 13 سالمه، من میتونم برگردم جواب بدم، لال نیستم که. خب یه تونه پردازنده آی 5 12400 اف رو میبندیم. خوبه. خب مادربرد 790 که نه، 760 هم که نه، 760 660 ایسوزه پرایم 660 دیدی فوره دیگه، دیدی فور اینجا میاره دیگه، هر دی فور باشه دی فایو باشه هرچی. دو تارمه اینقدر میبندیم. کارت گرافیک رو 58 در نظر بگیریم، یا آره دیگه اوسی بچه ها، اوسی 380 اوسی برمیداریم. کولر پردازنده، چون پردازنده رو قوی بر نداشتیم زیادم داغ خواهد شد، خاطر همین باید یه دونه خنک کننده خوبی براش برداریم. ما استفاده کولر پردازنده آره دیگه کولینگ دیگه، رو پردازی هم داره. خب حالا میریم سراغ اصلهای داستان. یه دونه هارد 2 ترا اضافه میکنیم، دردتون میخوره. یه ترا اس اس دی برمیداریم، حالا باشید اس اس دی پایینه باشید، 2 ترا نه، یه ترا اس اس دی اینم که نیست، اینا هم نیست، 512 اینم یه ترا اس اس دی. خب حالا 73 تومن رفتیم داخل جرز و اینا. من داخل کیسا کیس آره همون همین بچه ها دودی خوشگل RGB باشه. خب این از کیس. فن کیس خدا کیس پاور، فقط باید کافیه اینه پاور انتخاب کنیم براتون. یه پاور پاور 600 وات PC. آره 600 وات این ندارم، موجود نمی باشه. چه پاور قوی یا 750 وات 650 وات، یعنی پاور 750 وات برمیداریم. و بچه حالا میتونید برید با 4 تومن یه مانیتور بردارید، یه کیس کامل بستید. الان
موس و کیبورد هم دیگه حالا چیزی نیستش دیگه، رو هم مثلا یه 2 تومن نباشه. خب حالا دیگه کمترین چیزی که اینجا هست 5600 بچه ها. اینم 91 میلیون کیس. به مشخصات رو دوباره بهتون بگم که پردازنده سی پی یومون اینتل کورو i5 12400F، مادربردمون ایسوس پرایم B660 DDR4، 2 تا رم XRGB 32 گیگ 3600 اما یه دونه کارت گرافیک MSI RTX 3050 2X 8 گیگ اوسی. کولر پردازندمون GL 240 V2 البته وی هارد دیسک VW نمیدونم همین 2 تراه، یه دونه SSD لکسر NM620 1 ترا، کیس گیم بیس همون گیم بیس، این پاور گیم بیس E2 آره، یه دونه پاور PF 750 وات، اینم مانیتور ایسوس US 197 DE. این بود از این مشخصات. شما میتونید با 94 تومن یک کیس گول ببندید. ولی بچه کارت گرافیک ما حالا 8 گیگ هستش، مثلا 8 تومنی کارت گرافیک 8 گیگ هست، ولی خب 3050 بیشتر به درد گیم میخوره. RX 580 هم گیمه ولی خب مشخصات 3050 نه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیوهای بعدی